خو نیتم الله عالم است که با همین نیتی را بردم تا الان کار نکرده بودیم، چون که ما بدبخت شدیم در جنگ ها، بدبختی خیلی بکشیدیم که یک اقد زحمت بکشیدم، درس بخوندم، از همین اجاقا اگر پولم بگیریم یک مدرسه بسازم، بازو هم خیره به ما هم خیره، والله اگر دیگه هیچ نیتی داشتم الله علمه. ولی اینجا اگر یک عالم است خیمه رو بروش و در میدان که ما خیزوم مناظره بکنم. از ساحه میدان هوایی محله کوثر در حالی که استراحت بودیم، ساعت فکس 12 ظهر ما اختطاف شدیم و بعد با اقوام و بستگان و فامیل اینا تماس گرفتن که ما از شما $500,000 برای رهایی اینمی شخص خواهان. دو گروپی که دستگیر شده، یک نفر اختطاف شونده به اسمی سید محمد که قبلا اختطاف شده بوده و اختطافگرا $500,000 در رهایی اینا مطالبه کرده بودن. اینا بدون کدام پرداخت پول از چنگ اختطافگرا رها شدن. و گروپ دومی از اینا عاملین اختطاف‌های گذشته هستند که اینا 3 نفر در گذشته اختطاف کرده بودن در اون وقت و اینا عاملینش که تحت کار اداره محترم امنیت ملی بود، اینا بازداشت شدن.